السلام علیکم. خشتامنم قرضی زیاد داشتند. بعد از وفاتشان فرزندان یعنی پسران از قرض باخبر شدند، ولی تا حال تا آخر نمیدانند که از کی چند سو مادرشان قرضدار بودند. فرزندان تا حال تا آخر نمیدانند که چند سو مادرشان قرضدار بودند، چون که آن کس نگفته بودند. در این حالت چی باید کرد؟ اعلان میکنند. در این حالت و البته فرزندان میداند که مادرشان با کی رفت و آمد کرد، با کی نزدیک بودند، با خش تبارو اعلام میکنند که از که مادری من قرضدار است. در این وقت پیدا میکنند چگونه که خطا نکنم فرزند طلحه ابن عبیدالله 3 سال در موسم حج با صدای بلند اعلام میکنند که کسی از پدرم قرضدار است، بیاید من قرضش را بدهم. باید بین خویش و تبار هر کسی که مادرشان میشناسد اعلان کنند و البته انسان هایی که به مادرشان قرض دادن خودش هم یافت می شود. اگر خودش آمده خبر ندهند معنیش است که اون انسان قرض را بخشیده است. در اینجا هیچ مشکلی باقی نمیماند. سوال دوم هم 3 حیض گذشته است، بعد 1 طلاق ما باشد تلفنی گپ میزنیم. استاد جان او در غریبی هست و هر دو پشیمان برای جدا شدن. او تلفنی حرف زدن ما گناه هست؟ مادامی که شما با هم یک جای شدن میخواید نکاح کنید، وقتی که 3 حیض گذشت از بینتون اور طلاق افتید و شما نامحرمید. برای این درست نیست که گپ زنید مگر اینکه نکاح کنید، اما برای نکاح کردن حق دارید. مادامی که نکاح نکردید گپ زدن درست نیست. مثل زن و شوهر مثل 2 محرم گپ زدن درست نیست.